با مهاجرت رفتم. از سبب قرضدار بودنم زنم هر روز زنگ زده میگفت جوابم را ده. هرچند میفهماندم باز هم همین سخن را میگفت. بعد گشته آمدم فهمیدم که زنم هر روز به خانه فالبین ها میرفته است. باز یک خاله اش فالبین بوده است. گفت باید با فلان مزار رفته فرزند طلب کنیم. من راضی نشدم، تنها از خداوند طلب میکردم. بعد چند وقت زنم حامله‌دار شدن، ولی باز هم همان سخنهاشو تکرار میکرد. مرا طلاقم ده. من راضی نشدم، قهر کرده خانهشون رفت. 5 مراتبه رفتم بیا زندگی کنیم. باز هم مادرش رفت و باز مادرم رفت، راضی نشدن. بسیار سخنهای قبیح گفتند که با عقل راست نمیآید. با پدر و برادرم گفتم نصیحتش کنید. گفتن ما او را هیچ چیز گفته نمیتونیم. مادرش گفت تو دختری مرا خواندگی بود برده خدمتگار کردی. اگر شما از ریختن موی سر یا اینکه از بریشی، از لاغری، بی اشتیایی بودن، از وزن نالازمه، پرستاتیت، درد دل، درد گرده، درد معده و یا اینکه خونو گرفتگی روده ها اذیت میکشید، پس با این رقم های در روی اکران بوده زنگ زنید. کمی از بیماری خود معلومات دهید. داروی های گیاهی لازمه را به شما شرکت شفافرما توصیه میدهد. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الکریم و علی آله و صحبه اجمعین. از خداوند بسیار توانا، از خداوند بی مثل، از خداوند بی مانند، از خداوندی که بی نیاز است، از خداوندی که کسی را نزایید و از کسی زاییده نشد، از خدایی که هیچ قدرت، هیچ توانایی به قدرت و توانایی او برابر نمی شود. خواهان او هستم که خداوند میلهای ما را، اخلاصهای ما را، محبتهای ما را به سوی دینش باز هم زیاد بگرداند. و از خداوند بزرگ، از خداوند بسیار توانا خواهان او هستم که در قلبهای ما و شما هم ترسش را و هم محبتش را جای کند. گذشتگان همه ما و شما را رحمت و مغفرت کند. برادرای از ما که در غریبی هستین، خداوند صحت و سلامت نگهتان دارد. کاراتون را کشایش نصیب گرداند. با صحت و سلامت به خاندانتان بر این تاجیکستان عزیزمان شما را رساند. از الله مهربان خواهان او هستم که همیشه این ملک ما را، این دیار ما را امن و آرام نگه دارد. حضرت جنونی میگفت بندگان نفس را صد حیف نام بندگی، بنده صادق همان که رو به مولا میکند. بی خبرها در فریب عشرت امروزه اند، با خبرها روز و شب انجام فردا میکنند. خداوند ما را از زمره همون بندگانی با فهمش گرداند که اینجا ایستاده انجام فردا ما کنیم. برادران عزیز و گرامی، باز ما در خدمت شما هستیم. باز الله مهربان ساعتی را آورد که من سوال هایی که در پیشم دارم برای شما جواب گردانم. فقط دادرای عزیز و خواهرای مهربان از این صحیفه نور تیوی دستگیری کنید. آوازهاتون برادرای عزیز دریغ ندانید. خدا کند که این صحبت های ما و شما، این نشست های ما و شما بردوام باشد و شما هم برای بردوامی این دعاگو باشید. انشاءالله می پردازیم
و سوالهایی که در پیش من هست. سوالی که آمده است، گفته است بابا جان نام من صابیر، در عائله یگانه پسر هستم، اکا و دادر پدر ندارم، عائله دار شدم، از بین 1.5 سال گذشت صاحب فرزند نشدم، با مهاجرت رفتم، از سبب قرضدار بودنم زنم هر روز زنگ زده میگفت جوابم را ده. هر چند میفهماندم باز هم همین سخن را میگفت. بعد گشته آمدم، فهمیدم که زنم هر روز به خانه فالبین ها میرفته است. باز یک خاله اش فالبین بوده است. گفت باید با فلان مزار رفته فرزند طلب کنیم. من راضی نشدم، تنها از خداوند طلب میکردم. بعد چند وقت زنم حامله دار شدند، ولی باز هم همان سخنهاش تکرار میکرد. مرا طلاقم ده. من راضی نشدم، قهر کرده خانهشان رفت. 5 مراتبه رفتم بیا زندگی کنیم. باز هم مادرش رفت و باز مادرم رفت، راضی نشدن. بسیار سخنهای قبیح گفتند که با عقل راست نمی آید. با پدر و برادرم گفتم نصیحتش کنید، گفتند ما او را هیچ چیز گفته نمیتونیم. مادرش گفت تو دختری مرا خواندگی بود برده خدمتگار کردی. در خانه امان مادرم و خواهرم هست. 2 خواهر دیگرم عائله دار هستند. زندگی دلگیرم کرد و مهاجرت آمدم. بعد او را 3 طلاق کردم. مادر و خواهرم نمازخوان و قرآن خوان هستند. بسیار شخصای خوبند. بابا جان در حقشان دعای خیر کنید و گویید که در اینجا من گناهگار شدم یا نه، چون که من بسیار صبر کردم اما نشد. اکنون برادران عزیز و این دادر عزیزی که از ما این سوال را کردن، من تا امروز هیچ کس را دلالتی بر طلاق دادن نکردم. خواهرها هم که زنگ زند یگانه دلالتی که دارم در همه مشکلات ها میگویند صبر کنید. صبر اگر چندی بسیار مشکل هم باشد، بسیار سخت هم باشد، ولی بسیار حاصل خوب دارد. از این لحاظ دادر عزیز و گرامی، منم جانبدار نیستم که تو این را 3 طلاق کردی. اگر چنده که این نافهمی ها من در چندین برنامه هایی که پیشترم گفتم، در تمام زندگی های ما این نافهمی ها وجود دارد. لیکن بر خواهرها و مادرها هم مراجعت میکنم که حامله دار شدن، فرزنددار شدن در دست فالبین ها نیست، در مزارها و در قبرستان ها نیست. الله مهربان در قرآن یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکورا او یزوجوهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما انه علیم قدیر. صدق الله العظیم. خدا میگه بچه دختر یا بچه و دختر، کسی هست که دختر دارد بچه ندارد، کسی هست بچه دارد دختر ندارد، کسی هست تماما از فرزند محروم است. الله میگوید که همه این از جانب من است. برای همین هر نفری که به این فالبین ها و به این مزارها و قبرستان ها به خاطر حاصل شدن مطلب و مقصدشان اعتقاد دارند، شما گناهگار هستین. شما از این اعتقادتان پس بگردین، توبه به سوی خدا کنین و هر یک مشکلاتی که دارین به الله مهربان مراجعت کنین. از اینها برادرای عزیز نخواه اینقدر شما ساده باشین که حال یما آدم فالبین نبوبین خدشه. اگر اونها از اینقدر قدرت توانایی داشته باشد، اینقدر روشان سیاه سفید میکنن. برای 5-10 سوم شما گویم اینقدر دینشان، مقدسات دینشان ای دست میتن.
ببینید یکی از سبب‌های شاید ویران شدن زندگی همین خواهر ما هم رفتن پیش همین فالبین‌ها باشه. ولی به هر حال دادر عزیز، کار شما کاری خطا بود، کاری نادرست بود. زندگی را طی کردن بسیار مشکل است، ولی پایان شب سیاه سفید است. فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا. هر یک سختی با خودش آسانی ها داره. برای همین سراسیمه شدن در کار نیست. اگه طلاق کرده دیگر بعد شنیدن این سخن من اگر خواهش زندگی تان پیدا شد، شما با مرکزهای اسلامی، با جایهایی که مسئله سه طلاقه را میبینن اونجا دا مراجعت کنین. اگر راهاش باشد برای شما فهمانند، شما زندگی هاتون را برقرار کنین. زیرا دادرای خواهرای عزیز، امروز این همین دفتری در پیشم است، 100 چند سوالی که حاضر نویسنده آوردن، همه همین اکثریتش فقط و فقط شکایت از زندگی است. خدا کند که همین مسئله ها زیاد گفته شود، چی در جماعت ها، چی در محله ها، چی در تلویزیون ها زیاد گفته شود که بسیار مسئله تشویش آور شده است. برای همین دادر عزیز، برای این کارت من هیچ وقت نمیگم کاری تو کاری درست بود، کاری تو خطا بود، تو سراسیمه شدی، کلانترهای تو هم سراسیمه شدن، از هر دو جانب خطا کرده. راهاش باشد زندگی هاتون برقرار کنید، اگر نباشد برای این کار کردگیتون به سوی خدای مهربان توبه کنید. سوال دیگر، در حق گذشتگان گفته 3-4 نفر را دعوت میکنیم، ختم میکنیم، جایز است یا نه؟ یعنی برادران عزیز، یک نفری از خاندان من میگذرد و برای خاطر شاد شدن روحی پدرم یا مادرم من یا یک نفری را فرمایش میکنم که قرآن ختم کنو، ثوابش آمده به روح پدر من ببخش. یا چند نفری را من در خانه دعوت میکنم، یک پاره قرآن میخوانند و ثواب او را به روح پدر من میبخشند. اینها برادران عزیز یگان زیان و ضرری ندارد. این ثواب یک عمل صالح، یعنی خواندن قرآن خودش عمل صالح است. ثواب عمل صالح را بر روح گذشتگانمان، عقیده اهل سنت و الجماعه این است که ثواب عمل صالح بر روح مرده های ما میرسد. ببینید ما حدیث داریم از پیامبرمون، اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمل الا من 3. وقتی فرزند آدم از دنیا میگذرد میگن نامه اعمالش پوشیده میشود، یعنی همون نامه‌ای که در او بدی ها و نیکی ها را میکردیم پوشیده میشید است. زیرا دیگر وقتی ما مردیم نه دیگر قوت نیکی داریم و نه قوت بدی کردن داریم. مگر پیامبر نازنین گفتن 3 نفر نامه اعمالش پوشیده نمیشود. یکی صدقه جاریه، یک نفر صدقه جاریه کرده است. صدقه های جاریه برادرای عزیز که عبارت از ساختن راه، ساختن کوپروک، ساختن مکتب، ساختن مسجد، ساختن مدرسه، اینها صدقه های جاریه هم. او علم ینتفع به، یا نفری که از علم او مردم استفاده میبرند. او ولد صالح یدعو له، یا فرزند صالحی که در دنیا میگذاری، این 3 نفر نامه اعمالش خدا نمیپوشد. کسایی که صدقه جاریه کردن خودشان رفتن، عالم هایی که از علمشان مردم استفاده کردیسن لیکن خودشان زیر خاکن، یا نفر فرزند صالح میگذارد در دنیا و خودش خانه قبر میرود. این 3 نفر میگن نامه اعمالش خدا نمیپوشد. زین لحاظ علما و دانشمندان ما میگن انا همین حدیث دلالت بر همین میکند که ثواب عمل صالح بر روح گذشته های ما میرسد. برای همین من یک پیاله چای هم که کنم، یک نفری را فیراد کنم
بیایند بخورند، ثواب همون صدقه به روح پدر ما میرسه. ولی این شبکه هایی که برآمده است، مردم ما را زنگ بزنن وصال حق، کس کلل نور و دیگر که ثواب صدقه نمیرسد، ثواب قرآن، اینها همه برادرای عزیز، اینها را همو گویم که بنام سلفی میگن. اصلا یا نزاعی هن یا نظامی اندازن. ما پیروی از مذهب ابو حنیفه داریم، پیروی از مذهب امام احمد حنبل و مالک و شافعی، همش بر همین اعتقادن، غیر انمین هایی که نظامی اندازن و میگن ثواب این قرآن و ثواب صدقه و بر روح مرده هاتون میرسه. اینها برادرای همون گروه های نزاعی هن. برای من از همه شما من خواهش میکنم دادرای عزیز، شما الحمدلله در تاجیکستان داملاهای همش اهل علم و بسیاره، شما از اینها مقصد از اینها سوال کنید، از اینها پیروی کنید. شما از این نفرهایی که در اینترنت ها، ولی در اینجا چند سوال آمده است که از اینترنت ها بسیاری مسئله را میگیرند، با اونها مراجعت نکنید. اونها پیروی از مذهب ها ندارند، اونها پیروای مذهب، حتی میگن گمراهن. اینها در ضلالت هستند. یعنی کسی پیروی مذهب ابو حنیفه وای گمراه، وای در ضلالت، یعنی او خاتمش دوزخ رفتن. برای همین این مسئله را بسیار اهمیتی برادر عزیز، از همین داملاهایی که در تاجیکستان خودمان حقیقتا پیروی از مذهب ابو حنیفه میکنند، شما از اینها سوال کنید. زیلیاز این یگان زیان و یگان زلال ندارد. ما میتونیم که غیر اینها هم حتی اگر یک کاری که برای آبادی همین محله خودمان اگر انجام امتیم، ثواب همین را گویم بر روح پدرم یا مادرم میرسد. در این باب حدیث ها بسیار است، فقط من یکی را برای شما آوردم که تا دانی که ثواب اینها میرسد. سوال دیگر، بابا جان 6 سال می شود که صاحب فرزند نمی شود، در حق من و دیگر به فرزندها دعا کنید. التماس بابا جان خدای مهربان این نفری که از من دعای طلب فرزند کردند و جمیع آن کسانی که در سراغ فرزندند، برای فرزند می سوزند، خدای مهربان عطا کننده این نعمت فقط خودتی، بجز خود تو هیچ کس را بر نفر داده نمیتواند. این در ید قدرت تو هست. خدای مهربان این بندگان تو که خواهش کردند، اینا که ماها را واسطه کردند که دعا کنیم که ماها صاحب فرزند شیم، خدای مهربان طلب اینها را، خواهش این بندگان تا الله مهربان التماس ما، دعای ما همین است که حاصل بگردان. خدای صاحب فرزندای خوبشون کن، خدای فرزندای نیک نصیبشون بگردان. آمین یا رب العالمین. سوال دیگر، از خردی هم نمازم را قضا نکردم، اما مدت 13 سال می شود که معیوبم، تیمم میکنم، پایهایم را شسته نمیتونم و در کرسی نشسته نمازم را میخونم. از این نمازخوانی هم بسیار ناراحتم. آیا این نماز من قبول می شود یا نمی شود؟ اولا خدای مهربان شما را شفای کامل و شفای عاجل تیا. خوش به حالتان برادر عزیز که در حالت معیوبی اینو هوش و گوشتان در نماز تونه، در حالت معیوبی اینو گویم بندگی خدا را امر مهم میشماریم. خوش به حالتان برادر عزیز. ولی اگر نفری باشد که پای تو را شسته تواند، نفری باشد که تو را اگر از دادرت است، از پدرت است، از یگان اگر نفری باشد که یک کس کرایه کنه و یا مبلغی به تو بیاید دایم تو را طهارتات اگر مقصد یاردم کنه که تو با آب طهارت کنی، این ضرورتر است، این لازم تره. لیکن اگر نباشد و کسی اگر یا امکانیت نداری کسی را کرایه کنی یا نفری تو را کمک کند، البته همون تیممی که تو میکنی با همون نمازات خوان هیچی باقی ندارد برادر است. خداوند حفظ